حالا امیدواریم همه دستگاه‌های کشور بتونن این پول رو به بیت المال برگردانند، نه اینکه نفت خام دادن دست یک آدمی که ببرد بفروشد. لااقل یک محموله نفت خام ما بدیم ببره بفروشه، پولش بیاره بریزه، بعد امتحان پس بده. محموله دوم رقم بالا، حتی پول نقد هم به او دادن. این 2,600,000,000 دلاری که گفته میشه همش پول نفت نیست، یه بخش بزرگی پول نقد بهش دادن که ببره بدهی‌های ما رو در جاهای مختلف پرداخت بکنه. این چیه؟ نبود اخلاقه. شما فکر میکنید بدون مبارزه با فساد، بدون ایستادگی در برابر انحراف، کشور ما میتونه رشد و توسعه پیدا بکنه؟ امکان پذیره؟ یه عده تلاش کنن، یه عده زجر بکشن، یه عده در اسرت و سختی زندگی کنن و یک عده با حیله بیت المال مسلمین، اون هم نه رقم پایین. یه وقتی 3,000 میلیارد تومان بود، دهنها باز مانده بود. 3,000 میلیارد تومان. حالا این رقم 3,000 نیست، حدود 9,000 میلیارد تومانه. و تازه ما مطمئن نیستیم که همش همین باشه، شاید چیزهای دیگری هم باشه که کشف بشه و به دست بیاد. بدون اخلاق، بدون فرهنگ، بدون انضباط، بدون انضباط مالی، بدون انضباط کاری، ما نمیتونیم پیشرفته بشیم. شما فکر میکنید در دنیای صنعتی که اونها پیشرفت کردن، ما همش میگیم تخصص تعهد، اونها تخصص دارن، یعنی اونها تخصص دارن ما تعهد داریم؟ مگه میشه بدون تعهد کشوری پیش بره؟ بدانید کشوری بدون تعهد، بدون اخلاق، بدون وجدان کاری، بدون انضباط کاری پیشرفت نمیکنه. امکان نداره. تنها تخصص نیست، تخصص با وجدان کاری، تخصص با انضباط، تخصص با اخلاق، با پاکی، با پاکدامنی، با دست پاکی. میشه کشوری پیشرفت بکنه بدون اینها؟ ما امروز باید به جای دعواهای غیر مفید و غیر سازنده که هر کدام بگردیم در سوابق یکدیگر یک گوشه‌ای پیدا کنیم که سال فلان در اجتماع فلان شعار فلان، بیاییم